بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ها و احترامات خود خدمت تمام بینندای عزیز و گرامی خود تقدیم می دارم. دوستای نهایت مهربان، ماه مبارک رمضان شما مبارک، ماه پر از خیر و برکت، ماه پر از سعادت، ماه نزول قرآن پاک با تمام مسلمانای جهان، بخصوص برای ملت رنج کشیده خود تبریک و تهنیت عرض می دارم. دوستای عزیز، خدا کنه که یک رمضان بخیر و بخوبی را سپری کنین. دوستای نهایت مهربان، ما باز هم در خدمت شما مهمان خانه شما شدیم. این بار هم می خواهیم که برای شما یک چند چیزهای خوردنی های از ماه مبارک پاک برای شما راهنمایی کنم. دوستای نهایت مهربان که نظر به درخواست بعضی خواهرها و هموطنان عزیز ما که مینوی بولانی را که دیده بودن، اونا تقاضا از ما کردن که برشان یک ماست درست کنم که ما امروز چون دوستای عزیز ما بسیار کامنت های خوب گرفتیم و همچنان بسیار فرمایشات های زیاد گرفتیم که اونا به ما گفتن که انشاءالله تعالی بخیر اگر خواست خداوند بود، جان جور داشت بود، باز ما برای شما همگیشه مرحله و مرحله پیش میبرم و براتون نشان خود دادم که دوستای عزیز ما فعلا امروز در قدم اول یک ماست در نظر گرفتیم که بخیر آماده کنم که صبح اصل برنامه ما فرداست بخیر که جور کنم. از اما خاطر ما اینجا حاضر شدم که همین طریقه ماست برای شما عزیزان نشان بدم که از ما پرسان کرده بودن که چه قسم شما مایه میکنین و ایره خواستم که یک بار براتون نشان بدم بخیر از نزدیک ببینین که ایره ما جوش میتم. دوستای عزیز و مقدار شیرش هم برای شما میگم که ما چقدر شیر دی علاوه میکنم. بعد از ایره که مایش هم دیش هم داختم، ایره که سرد ساختم او را هم براتون نشان میتم. باز فردا که بخیر ما اصل مینو را که سر کار کردم، باز ما ایره ببینین که ما در چندین چیزای دیگه علاوه میکنم. و حالا شما بیننده ما از شیر باشین دوستای عزیز که این از نزدیک میخوایم براتون نشان بدم که ما در اینجا تقریبا در حدود 6 لیتر شیر گرفتیم که این بخیر جوش میتونم براتون. این نزدیک جوش است دوستای عزیز. ما از خاطری که گفتم زیاد وقت نگیره از همون خاطر 6 لیتر شیر اینه ببینین جوش هم آمده، بلند آمد. این قسمی که لبای دیگه شما میبینین ما ایره آتشش خاموش کردم، گفتم وقت زیادی شما را نگیرم چون ماه رمضان است. از همون خاطر ایره براتون یک کوتاه ویدیوگرد میگیرم براتون نشان میدم و فردا که بخیر ای که مایه شد باز ما براتون از نزدیک نشان میدم. فعلا ما همین طریقش برای شما یک راهنمایی میکنم عزیزا که نه 6 لیتر شیر ماندیم به جوش که بخیر جوش بیایه. باز ایره ما دوستای عزیز ماستی که ما آماده میکنم ما دو هیچ نوع تابلت هایی که مثلا بعضی از کسایی که در ماست مندازن، بعضی کسایی که از ماست چیزای دیگه دو علاوه میکنن، از ما فقط خود مایه ماست است. بس دیگه من چیز دوم دو علاوه نمیکنم، فقط اونمو مایه ماست است که ما اینی مایه ماست که میبینین این ماست 3% از دوستای عزیز و ماستش هم ترشمزه است و این مایه را ما دو علاوه میکنم که هم خوشمزه میایم هم کمی ترشتر میایم و ما اینمی همیشه مایه ماست ما اینمی ماست از دوستای عزیز که شما بیننده باشین. حالا فقط شیر بخیر ماندم که دوباره جوش بیایم. باز مایشه که دیشه علاوه کردم، باز مقدارش هم برای شما میگم که من چقدر ماست دی مندازم و بازی که بخیر باز قسمت های بعدی را از نزدیک انشالله بیننده باشین. اینه دوستای عزیز اینه ببینین شیر ما در جوش آمده، یعنی اینجا داریم 6 لیتر شیر. اینه بخیر ما ایره خوب جوش میتم، یعنی فعلا جوش هم آمده اما ما ایره کمی زیادتر جوش میتم که بعضی شیرها امکانات 100% است که یو داره منطقه یک کمک میخوایم تیره تر شود در می جوش بازی را بخیر سرد میکنیم. ولی ما ایره در یک دو جوش بسیار ساده ما ایره پایین نمیکنم، یک کمی زیادتر ایره جوش میتم که شیر خود یک کمی تیره بسازد. این قسمی که میبینید شیر ما جوش خورده رایسته دوستای عزیز.
یعنی شیر ما رو خوب به دقت ببینیم دوستا که ما اینا بخیر جوش آمده که طریقه ازی رو خوب به دقت شما مشاهده کنین، باز بخیر براتون آماده کنین و ازش استفاده بخیر کنین در ماه مبارک رمضان. من فقط اینمی شیر امروز براتون نزدیک نشان میتونم دوستا، چون فضل خدا همگی شما فوق العاده هستین، درست جور میکنین. هر قسم از شیر ما چیزای دیگر هم خواهد جور کردیم که اینجا دوستای عزیز فقط یک مشوره است که از من دوستایی که تقاضا کرده بیننده من فقط به مخاطر ایره برشان یک نمایان میکنم که ما چه قسم ماست آماده میکنیم دوستای عزیز، به خاطر که تقاضا کرده بودن و واقعا ماستش خوبش هم آمده بود تا خیلی دیری را که ایج از او جدا هم نشد. یعنی شیر خدا کوشش کنین که یک کم زیاد جوش بتین که زیادتر که جوش بخوره یک کم تیره میشه، تیره که شد ماستش فوق العاده خوبش میاد. دوستای عزیز این ما ماست برای شیر ببخشین برای یک 2 دقیقه دیگه هم خوب فوق العاده جوش میتم. بعد از اون بخیر پایین میکنم که ای سرد شود. باز شما بخیر از نزدیک ببینین که مایش که وقتی که داشتن رفتیم انشالله ما و شما هستیم. دوستای عزیز اینه بخیر شیر ما سرد شد، اما قدر است که دست خود داشت داخل کنیم. همین ناخونه که ریزیتونه یک تکان بتین در داخل ازی که اگر دیدین که زیاد داغ بود یک چند دقیقه دیگه هم بونین که کمی سرد شود. اگر دیدین که دستتان نمیسوزه بازی را بخیر مایه کنین. از من اینمی علی فکس شیر بکولی بطاب است، من دیگه نالی اینمیجم بخیر مایش دایش مندازم شیر که سبا بخیر بانین در مایه که ماست درست شد بخیر. این دوستای عزیز اینی هم مایه ماست است که من دیگه نالی سعی کنین. من چقدر مندازم به مقدار 3 در 4 دیگه از یک گلاس 3 دیگه به اصطلاح بگویم مندازیم. اینمی مایه به کلی کفایت میکنه تمام می ماسه. این از یک گلاس که چیزی کمتر است که میره حالا بخیر نمی شیر خود مندازم میره برای آماده کردن ماسش. اینجا مقدار شیر زیادتر از دوستان. اینه ما بخیر از دیگ ارمونه که دوستایی را جوش داده بودم میره در دیگ سفالی انتقال میتونم که این دیگا مخصوص خود همین ماس از دوستا و ماس هم در داخل از همین فوق العاده مایه میشه. در هفته قبل که من در بولانی مایه کرده بودم و در دیگ نیکلی بود دوستا و حالا خواستم که این دفعه بخیر در دیگ سفالی براتان را مایه کنم. این کمی شیر در داخل از این میپردم که ماست دایی خوب مخلوط شود. این حال بخیر در داخل ماست خود میپردم و ایره همراه می چمچگک چوبی خوب شور میتیم که ماسی را که دایی انداختیم خوب در تمام شیر یک جای برسه تیت شود که ماسی ما فوق العاده مایه شود. دوستای عزیز باقی مانده شیر باز ما در داخل اینمی قسم قوطیایی که شما میبینین من در داخل از اینمی قسم قوطیای خالی باقی مانده شیر در اون انداخته مایه میکنم، چون در جایش بسیار مقدار شیر زیاد است و دیگه اینمی قدر گنجایشش بود که من در دیگ پرتم. این حال سر دیگ خود یکم نگاه میپرتم دوستا که سهی پر نشده. این میبست شست این هم سرپوش هست عزیزا. این حال بخیر ایره میبرم دوستای عزیز، ایره میبرم بخیر خوب هم تو کمپل پیچ میکنم مدت 7 یا 8 ساعت ایره خوب هم تو گرم نگاه میکنم. باز بعد از
7 تا 8 ساعت سرش آواز میکنم، کمپلا را از اطرافش دور میکنم که آهسته آهسته یک خودت تا فردا بخیر سرد کنه. دیگه اینا دوستای عزیز بخیر میبرم، باز بخیر که ماس از این مایه شد. یک دفعه دیگه هم شما را از نزدیک نشان میتونم. برای فعلا خداحافظی میکنم با شما دوستای نهایت مهربان تا دیدار بعدی. سلام و ظهرتان بخیر دوستای عزیز. ساعت هم تقریبا ساعتای 4 بجه عصر است. خواستم یک ویدیو بگیرم دوستای نهایت مهربان که نمای از زمستان کانادا را برای شما نشان بدم دوستا، که هم اولی ماست. قسمی که میبینین کوههای برف است. زمستان هیچ فضل خدا هیچ خلاصی نداره و بازم شکر به نعمتهای خداوند، اما هوا خیلی سرد است بیش از حد، که در طول اینمی 3 هفته اولین روز است که ما روی هفته و دیدیم. قسمی که مشاهده میکنین از اما خاطر ما یک نمای زمستان منطقه ما را نشان دادم که باز بخیر یک چند وقت بعد که هوا گرم شد باز شما وقت بیننده سرسبزی و گلها و زیبایی شادابی بارم ببینین و فعلا این شادابی و زیبایی زمستان قسمی که میبینین این شاهد حال هستین دوستای عزیز. و خواستم برای امشب افطاری را یک سوپ در نظر گرفتیم دوستای عزیز که یک چیکن سوپ برای فامیل و اولادا آماده میکنم که گفتم یک سوپ خوردن شب بخیر، چون ماه مبارک رمضان است که در جریان روز همه گرسنه هستن و همگی روزه دارن. از امو خاطر گفتم که بخیر سوپ نوشیجان کنن که چون در معده خالی نمیشه که باز دفعتا غذاهای سخت خورد. از امو خاطر باز اگر شما بخیر نظر دادین یا خوشتان آمد، بهترین غذاست در فصل می سرما و ماه مبارک رمضان دوستای عزیز که برای معده و برای تمام اعضای وجود ما فایده داره. از امو خاطر یک نمای از بیرون برای شما گرفتم نشان دادم که شما هم بیننده باشین که بخیر ما آمادگی شب بخیر بگیریم که باز در آذان ما همه چیز ما تیار باشه دوستای عزیز. قسمی که میبینین این فضای اولیس اینه که میبینین دوستای عزیز، نه ای سرک همه جای زیر برف غرق است و موترا و همین خلاصه همین محیط که میبینین همگیش با برف یکیست. و از همون خاطر من گفتم که بخیر باز یک چند وقت بعد که هوا گرم شد در ماه می یا ماه جون باز بخیر بینندهش باشین که چقدر تفاوت داره. خدا را شکر دوستای عزیز، به هر حالت شکرگزار هستیم، اما زمستان کانادا دیگه سردیایش تمام شدنی نیست. سلام مجدد خدمت تمام شما عزیزای محترم. روزه و نماز شما قبول درگاه باشه دوستای نهایت مهربان. قبلا من رمضان برای همگی مبارکی دادم دوستای نهایت مهربان، دیگه دوباره تکرار شد دیگه. دوستای نهایت مهربان این قسمی که شما شاهد حال هستین که ما بخیر امشب یک چیکن سوپ در نظر گرفتیم که عوام خیلی سرد است و اولادا میره زیاد دوست داره. از اما خاطر گفتم که در ماه مبارک رمضان در جریان روز همگی شکم ما خالی و گشنه است، نمیشد که دفعتا ما از یگان غذاهای دیگه استفاده کنیم. خب او را هم بخیر آسته آسته تا که معده بلد آسته آسته آموخته میشه باز او را هم جور میکنیم. اما ما امشب در نظر گرفتیم بخیر یک چیکن سوپ است که اینجا قسمی که شما میبینین ما موادایش در مقابلتان گذاشتیم و یک چات یک چنه چات میگه دوستای عزیز که او هم در ماه مبارک رمضان خورده میشه در افطاری. او را آماده میکنم و نظر به تقاضای بیننده‌های عزیزم که خواهش ماست کرده بودن، زیادترشان برای ما کامنت داده بودن که همین ماستری که من در بولانی آماده کرده بودم او را آماده کردیم که او را بخیر براتون نشان میتم که فوق العاده مایه شده که شما بینندش هستین. و یک تشکری بسیار خاص و مجدد میکنم دوستای عزیز که همگیتان خداوند جور داشته باشه، ماه پربرکت به خیر و به خوبی و خوشی بگذرانین. و بسیار زیاد تشکری از کامنت هایتان، لایک هایتان و سابسکرایب هایتان و از حمایت هایتان که ما را در جریان ماه و هفته میکنین دوستای نهایت مهربان. بازم منتظر حمایت های شما هستم دوستای نهایت مهربان. ماه رمضان به خیر و به خوبی
در خوشی بگذرانین. دوستان عزیز، قسمی که شما میبینین ما این سوپ یک سوپ اوقدر چیز نیست، بیرو بار مونتا می سوپ ساده است، بسیار خوشمزه است. امیدوار هستم که در ماه رمضان شما را بسیار تشویش و جنجال نده، چون حوصله کس نمیشه. اما این سوپ هم خوشمزه است و هم کم جنجال است. دوستان مهربان که مصارف ازی فعلا برای پخت ازی ما اینجا نیاز داریم به 2 عدد پیاز که اینجا 1 عدد مرغ است. دوستان مهربان، ما قسمی که شما اینجا میبینین که نه ما چرا از دیگه گوشت مرغ استفاده نکردیم یا مثلا چرا این ما ریزه نکردیم، شما این دلخواست دوستان مهربان شما میتونین ریزه کنین یا شما میتونین از سینه مرغ زر قسمتش که خوشتان میاد شما براتون سوپ درست کنین. اما ما خواستم نظر به این که ما قبلا ایره که همیشه پختیم و میپزیم امی مرغ درست مندازیم داشت که به خاطری که می یگان استخوانگاه ریزه که ایره وقتی که میده میکنیم در سوپ گت نشه خوب نیست که باز دادان به از همون خاطر میره خواستم که درست داده یک پرتم دیگه. او باز دلخواست که شما چه قسم میکنین که در سوپ امروز ما فعلا دوستا 2 عدد پیاز است و اینمی 3 عدد سیر ما دمی عوضی مندازیم که مرغ جوش بدم. بازی که پخته شد بخیر در داخل امی آبش باز ما دیگه این قسمی که شما میبینین اینی دوستای عزیز ما از اینی چیکن سوپ که یک قسم پودرک است که من در سوپ همیشه استفاده میکنم. من نمیفهمم که شما در کجا زندگی میکنین و در شهر شما چه قسمی است. از ما اینمی مارکش است و من همیشه از امی در سوپ خود استفاده میکنم دوستای عزیز. یکی و اینجا قسمی که شما شاهد حال هستین اینجا ما میبینین که من اینجا تخم جوشانده دارم، مرچ و نمک است، 2 قسم چتنی است دوستای عزیز که چتنی رم قبلا ما پیش از ماه مبارک رمضان ما همگیش آماده کردیم ترشی چتنی که باز اگر وقت داشتم در جریان امی ما باز برای شما یک ویدیو میگیرم که برای شما هم چتنی درست کنم یک کمکی. و دیگه اینجا بعضی دوستای ما پرسان کرده بودن از ویدیوی کباب از ما یادآوری کرده بودن که شما کدام نوع مساله را انداخته بودین که امورا نامشه برین بگوین. دوستای عزیز اینی مساله است، خوب از نزدیک ببینین. اگر خریدین بخیر این هم در کاسکو است و هم در والمارت، هر دو مغازه امی بزرگ کانادایی موجود است و شما هم اگر مثلا کاسکو یا والمارت دارین شما اینمی نامه که ببینین این فوق العاده کباب خوشمزه میکنه. و دیگه دوستای عزیز اینی در اینجا این ما در این چات امروز خود این از این مسئله کار میگیرم دروش که نه باز اگر ما بخیر جور کردم شما از نزدیک مشاهده کردین، اگر خوشتان آمد با شما هم امیر خریداری کنین. خب اینجا یک قسمت یک ساسی دیگه آماده کردیم باز اینم ما که بخیر چات خود که در جریان امی برنامه که جور کردم برای شما آماده ساختم باز ما ایره برای شما معرفی میکنم دوستای مهربان که این چی است. و در اینجا هم سرکه داریم که در سوپ امروز ما بخیر به کار میره و اینی سویا ساس است دوستای عزیز که این 100% باید امروز در سوپ ما موجود باشه که میره مندازم دوستای عزیز. و اینجا هم کارنفلاور داریم، این کارنفلاور است دوستای عزیز که باز بخیر من آیسته آیسته که آماده کردم آسته آسته با شما را در جریان برنامه در مرور زمان براتون نشان داده میرم. بخیر حال دیگه خدا بخیر مثلا آوش هم ماندیم در جوش. این قسمی که شما میبینین آتشش هم یک کم ضعیف است، من یک کم بلند کنم. یعنی دوستا اینجا آوش هم ماندیم قبلا که جوش بیایم. پیاز از زیر بسیار ریزه ریزه کنیم چون ماشین میشه بخیر یا از جوش میخوره از خاطری که مرغ یک خاصیت داره که خامبویک میته با زمین پیاز که است در داخل امیاب امرای زمین سیر امی خامبوی زیر میگیره. یعنی باورتان نمیشه که چه قسم شد که مرغ و خامبویش در داخل آب گم شود. خب باز این بخیر خودش یک نماینگر است که شما باز از نزدیک میبینین بخیر. یعنی ما پیاز به این شکل کلان کلان توته میکنم باز بخیر. وقتی که می گوشت از این نرم شد دوستان او را با کارد یا با دست توته میکنم و این پیازش که اگر زنده ماند دوستا خوب این را ماشین میکنم امرای میسیرش که
سیرم عینا همه قسم من هم تو درست مندازم دیشین. شما بیننده زیب باشین دوستای نایت مهربان. من رو به جوش است. پیازهای خود دیش مندازیم. تذکر دادم دوستای مهربان اینی هم مرغ است. این تقریبا در حدود 1.5 کیلو مرغ است دوستان. من مرغ همه تو ثابت در داخل همی آبش اعلام میکنم. خب دوستای عزیز این مرغ همراه پیاز و سیر انداختم. این حال دوش 2 قاشق نمک مندازم برای فعلا. باز اگر کار شد بخیر در جریان برنامه باز اگر دیدم که اوش کم بود یا زیاد بود یک کمک دیگه هم نمک درش علاوه میکنم. چون می چیکن سوپ که من برای شما معرفی کردم این هم از خود یک شوری و ترشی داره دوستان. نمیشه که نمک اضافه زیادتر کنیم که نشه که شور بیایه کلگیش. من 2 قاشق هم از این مندازم. دابش خوبم تو 2 قاشق پر که تقریبا 2.5 قاشق حساب شود دوستای عزیز. قاشق‌های غذاخوری است. خب حالا فعلا دیگه می مرغ ماندیم در جوش دوستای عزیز که این بخیر جوش بیاید و آیسته آیسته ای پخته شوه. باز کار بعدیش از نزدیک برتان نشان میتم که باز ما چی کارهای دیگر به تعقیب از این شروع کردم. دوستای ما تمام مواد رو در آب انداختم در داخل دیگ. اینال سرش پود میکنیم که بخیر جوش بیاید. مرچ یک زنده کریم دیم بینمه بیننده عزیز دیگه دیگ ما اساسا جوش خورده رئیس دیگه ما در جوش ماندیم دیگه. ببینیم که بخیر مرغ از خوب سعید داخل از این نرم شوه. ما از مخاطر یک دیدن کردم که ببینم چی رقم شده و این فعلا وقت کار دارن. این قسمی که شما میبینین یا آماده هنوز نشده. این وقت کار داره تا اینکه خوب فوق العاده نرم شود دوستای عزیز. خود دوستای عزیز دیگه ما بخیر سوپ ماندیم در حالت پخته شدن و حال تصمیم داریم که بخیر امی چات درست کنیم که چند چات میگه دوستای عزیز. اینجا نخود داریم. ما در تصویر میبینیم دوستای عزیز اینجا در حدود 2 گلاس نخود داریم جوشانده که قبلا جوش دادیم نرم کردیم. دوستا شما میتونین که از بازار آمادهش اگر در خانه نداشتین شما میتونین از بازار هم خریداری کنین به خاطر که در بازار هم پیدا میشه. و یعنی جا چتنیش از دوستا که مربوط میچات میشه. این خود مساله چات است و یعنی دوستای عزیز ایره در فارسی من نمیفهمم که نام از چی است یا نه در گوگل هم اگر سرچ کردم دوستای عزیز این نه در فارسی نامش برآمد و نه در دری خود ما. ایره در زبان هندی و پاکستانی دوستای عزیز ایملی میگه و در نام انگلیسیش تمرین میگه. وقتی که شما ضرورت داشتین چات درست کردین دیگه اون در دکانای پاکستانی یا هندی اگه برین تمرین که بگوین دوستای در دکانای عرب هم پیدا میشه کل جای داره. تمرین که بگوین نشان میده. ما پاکستانی ها باز خوب است هندی ها خوب است تا ایملی بگوین براتون نشان میده که این خودم در خانه درست کردم. بازی ساس بخیر برای شما یک روز درست میکنم چون من مقدار زیاد از خاطر ماه روزه درست کردیم. اینی پاکتش از دوستای عزیز که این شما از نزدیک ببینین. خب این امی از هندیش هم از پاکستانیش هم است. این یک رقم میوه دوستای عزیز که
در خاندان همی آلو بخارا آوره ترش است، از او کدام ترش است دیگه، حتی از لیمو کدام ترشی ازی بیشتر است. ترشیش باز ما ایره وقتی که درست میکنیم در یک مقدار بوره یا یک مقدار دیگه از همی خورما در گت میکنیم که یک کمی نرم شوه و هم تو میخور شوه. دوستای عزیز این قسمی که شما میبینین ما زیاد جور کردیم از خاطر ماه مبارک رمضان، غیر از هم اولادای میره زیاد خوش داره و ایره شما در فصل گرمی هم میتونین که ایره نوش جان کنین. دوستای عزیز اینا در تیرگیشه اونم میبینین که به شکل مایع است، اما تو دلتان که باز شما ایره سخت جور کردین، دلتان که با دیگ انداختین و یک کمک نرم جور کردین، نه خود اگر این چندین قسم آماده میشه که باز شما میتونین آماده کنین و قسمی که من امروز آماده میکنم این بسیار یک شکل ساده است که شما این میتونین بخیر این جور کنین. از همون خاطر این ما اینجا ماندیم، نمونهش هم اینجا ماندیم که شما بیننده باشین دوستایم که باز مشاهده کنین که این چه قسم. من گفتم این کمبوتی نکنه، از خاطر در کمبوتیش اینا ماندیم که اگر ضرورت شد از این پرتم دیگه. اینی هم یک قسم نانکایی است دوستای عزیز که در آخر کار در سر چاد انداخته میشه که ایره در نام اسپایس پاره میگه، خود از زبان اردو و هندی نمک پاره میگه. خب باز ایره اگر وقت داشتم خودم هم در خانه براتون درست میکنم، این قدر مشکل نیست دیگه. دوستای عزیز در این من کچالو دارم اینجا، مقدار کچالوی جوشانده است، ایره درش علاوه میکنم که ایره قبلا ریزه کردیم، بانجان رومی دیگه. اینجا مرچ تازه است که من هیچ کدام از یار ریزه نکردم، گفتم باش که شما از نزدیک بیننده باشین دوستا. این مرچ اونقدر زیاد تندی نداره، از خاطر اینا میتونیم در این پرتیم دیگه. پیاز است عیناً مثل سالاد درست میشه، منتها مزهش بسیار فوق العاده است. و اینجا هم این قسمی که میبینین اینجا دیگه که ماست، اینا من دیروز جوش دادم و امشب آمادهش کردم که تقریبا 8 ساعت ایره همراه کمپل و تو قدیفه نخی خوبم تو پیچاندم که 7 ساعت مکمل ای خوبم تو دم و گرمی خودش ماندم. باز در حدود یک 10 یا 12 ساعت دیگه هم میره در داخل یخچال ماندم. دوستان مقدارش اینم زیاد بود، 6 لیتر بود که ما ایره کلش دیگه جای نشد. باز من دم قوطی های ماس هم گفتم براتون که دیگه شما در قوطی ها مندازم. این قسمی که شما میبینین اینی ماس است دوستان. اینجا چون کمک او جدا کرده، چون از سرپشتان او جدا میکنه، خب این او جدا نکرده، بسیار فوق العاده سخت و خوبش آمده. چون سرپوشش عرق زده بود، شما میتونید توسط کاغذ پاک یا مثلا تکه نخی پاک داشته باشین، باز دینه قسمت های زی بخونین یهوش جذب میکنه، دیگه کدام مشکل نیست. این دوستای عزیز و دوستای نهایت مهربان، ما در ماست بسیاری ها نمک هم میپرتند که کمک ذائقه شورش و من نمک نمیندازم دوستای عزیز. باز اگر ضرورت شد در هر اثناء خوردن هر کی پیش خود نمک انداخت دلش، اگر این نمک زیاد خوبش هم میکنم، منتها من به خاطر کسایی که یک تعداد فشار بلند دارم، من خود من فشارم بلند است، من از او خاطر نمک دیگه انداختن نمیتونم. دیگه ما ایره دمی دیگه که سفالی دوستای عزیز مایه کردیم. ادامه میتیم دوستای نهایت مهربان. در قدم اول همین پیاز من پوست میکنم در چات. من عموما از پیاز سرخ استفاده میکنم. پیاز سرخ بسیار تو خوشنمای هم نشان میده و بسیار مزه‌دار میاد دوستای عزیز که باز نگوین چی بود، به خاطر که حالا هر چیزی رو که باید استفاده کنم من از همون خاطر من برای شما پیش از پیش کل چیزایش باید نشان بدم که بسیاری خواهرای ما و برادرای ما کامنت مانده بود که کاش که امور نشان بدی، یک دفعه به ما بگویی که در کجا سودا میشه، نامش چیست، عکسش برام روان کنین. دیگه ایناله ما خواستم که امیر از نزدیک برای شما نشان بدم و یک تعداد خواهرای ما از من خواهش کرده بود که امو چیزی که درست کرده بودم دوستای عزیز، چاومن امو نان چینایی رو آش که درست کرده بودم، از من خواهش ساس‌هایش کرده بود. شما اگر یک دقیقه امور به دقت اگر مشاهده کنین امو ویدیو را، من نامایش در امو ویدیو یادآوری کردیم و خود امو ساس‌ها را هم در مقابلتان ماندیم. کلش شما از نزدیک دیده میتونین که من امور در زبان فارسی خودم
برای شما هم تو بیان کردیم که این نام است، این نام است، این نام است. و خود ساسار هم در مقابلتان ماندیم، خوب هم تو کلش به نوبت چرخاندیم که به دقت ببینین، اگر وی داره به شکل درستش که مشاهده کنین شما میفهمین که چی است. از او خاطر حال من همه چیزم به می خاطر پیش از پیش براتون نشان میتم که دیگه کدام سوال خلق بشه. دوستا اگر این مغز رومی رو بیرون کنین بهتر میشه، به خاطر که این زیاد یک قسم نرم نشان میده. باز از او خاطر همین مغز ازی باید بیرون شوه به این شکل. من این قسم مغز رومیایی که سختتر است خب بازم اعتبار نداره، اینمی خرابیش ده اینمی جز دوستا که همی سلاده همی چاده بسیار نرم نکنه. از او خاطر من مغز زیر از این بیرون میکنم که خاطر جمع باشم. کسایی که در پاکستان و هندوستان دوستای عزیز زندگی کرده ایره فوق العاده میشناسه که چی است. و ما هم در اونجا دوستای عزیز زندگی کردیم، مدت های خیلی دیر هم اونجا بودیم. واقعا غذاهای پاکستانی زیاد مزه‌دار است، هم تند است و هم خوشمزه است و این غذاهایشان هم عموما بسیار زیاد مزه میده. دوستای عزیز اگر شما میشه پخته نکرده باشین، آماده نکرده باشین، یک دفعه آماده کنین، انشالله که از مزهش سیر نمیشین و این بسیار فایده های خاص خود داره. چون مثل سلات گفته میشه دوستای عزیز که هم نرم است، چیزهای سخت سخت نیست. کوشش کنین که در ماه مبارک رمضان از زیادتر از چیزهای سخت استفاده نکنین. که زندگی میکردیم یا غیر از هم که در ماه روزه استفاده میکردیم، بازی را در رستوران هایشان هم زیادتر آماده میکرد که چون یا یک قسم غذای دوستا که نه پخت کار داره اما روغنی نیست، مثلا سرد است، یعنی در هوای اونجا چون گرم است. این هم در فصل گرما خورده میشه و هم در فصل ماه مبارک رمضان. دوستان عزیز که در یک ماه رمضان ای عموما از این استفاده میکنن. خب طبعا که یک چیز فایده مند است که این در وجود نقص نداره، به مخاطر این استفاده میکنن و مزهش هم فوق العاده خوبش از دوستا. کسایی که بلد است خورده واقعا مزه میده. یعنی دوستان من در مقابلتان کلش ریزه میکنم. این شد بانجان.
رنگ هم ریزه کردم، رومی هم ریزه کردم و یک و نیم دانه، یک دانه پیاز کلان هم ریزه کردم این مندازم. دیگه اینجا نخود داریم دوستای مهربان که قبلا براتون گفتم که 2 گلاس نخوده این مندازیم. اینجا هم کچالوی جوشانده داریم که 4 عدد کچالو بود دوستای عزیز، اینم دهیم مندازیم. و دیگه اینجا دوستای مهربان من یک کمک مرچ هم دارم که این مرچ اونقدر زیاد تندی نداره دوستان، از خاطر مرچ زیاد تند انداختن نتونستم، به خاطر که خوردن نمیتونه. این کلانا را یک ذره قبلا دیده بودم که ما زیادتری را در کباب چیزا استفاده میکنیم، یا اونقدر از خود تندی نداره اما مزهش زیاد خوبش میکنه. و شما بهتر معلوم است که غذایی که در پاکستان جور میشه و تمام چیزهایی که مربوط به پاکستانی میشه دوستا یا بدون مرچ امکان پذیر نیست. مرچ درش ضرورت دارد 100% که انداخته شود. مرچ کلان هم ریزه کردم در این مندازیم. دیگه این قسمی که شما میبینین در اینجا دوستای مهربان من یارا کلش یک مکس میکنم. این دوستای اینو میبینین این تمام دوستا این ببینین تمام ترکاری ها رو ما در گت کردیم. دوستای عزیز این قسمی که شما میبینین مقدار از او ایملی کمتر بود، بازو را گفتم به خاطر یک دیکور باشه. این تقریبا 1 گلاس خود از این مندازیم دوستای عزیز، در خود چات اینه مندازیم. همراه یک کم چتنی. بقیه چتنیش باز در سر موادش اضافه میکنیم. فعلا من دقاتش مندازم که یک چیزی شود دوستا که یک کم از داخل خوشمزه تر بیاید. و اینجا هم نمک داریم، 1 قاشق بسیار نرمال، کمتر دیگه مندازیم که شور نشه. یارو هم اگه شگت میکنیم. گت ساختیم، باز از او سرش مسالهش هم اندازیم. یک دلخواست دوستای عزیز دلتان که ایره در اثنایی که نوش جان میکنین مندازین یا ای که دقاتش مندازین، به خاطر که اگر دقاتش انداخته شوه همی ذائقه ازی زیادتر خوبتر میشه. از او خاطر من به اندازه 1 قاشق چایخوری دقاتش انداختم، اما در رویش هم من باز مندازم دوستا که باید یک دفعه خوب حالا یک جای گت شوه، باز در رویش دیگه مندازم که باز شما بینندهش هستین که باز ماس هم کار داره در سر خود دیگه. همی بعضی چیزایی که مانده باز اینه بخیر اینال بیننده باشین. خب این دوستای عزیز ماسی را که مایه کرده بودم، بسم الله. این دوستا در مقابل تانم نشان دادم که من جز خود ماست دیگه هیچ چیز ننداختیم در این. حالا من خودتان میبینین که فوق العاده ماسی خوبش آمده. اه. اه.
یک گرد می سازیم دوستا که کمی نرم شود. یعنی جا دوستا ایره خوب ما یک میکس کنم میره که ایره باز در رویش میندازیم. خب اینال قسمی که شما دیدین دوستای مهربان، من اینال بخیر از این ظرف میکشم در داخل از این کاسه خودش میندازم. دوستای نه بیننده باشین. اینا بیننده عزیز این شد تکمیل اینال بخیر. مرحله ای را که شروع میکنیم دوباره از سر بخیر اینال از نزدیک ببینین. من ماس اضافه میکنم در این ماسش محترم در سرش چاتش هم اندازیم مساله را. باز دوباره در سر مساله دوستای مهربان چتنیش علاوه میکنیم. این چتنیگکش در رویش میندازیم. دوستای عزیز باید ما یادآور شم که در چتنی ازی یک دسته گشنیج انداختیم، یک کم سرکه انداختیم که از آب لیمو درست کردیم. دیگه مرچ تازه داره. مرچ تازهش دلخواست دیگه اون چقدر تندیره که خودتان خوش دارین دش پرتین. از ما دیگه نه تند است و قدر نه زیاد تند است نه و قدر به مرچ است بگویم دیگه نه و مردار تیز است دیگه. این دوستای عزیز زیره خو انداختیم دیگه. بازی را در ماشین میکسر پرتین همراه یک دو تا سیر میره خوب میکس کنین. میکس کنین این چتنی آماده میشه که این چتنی مخصوص خود چات است. اما چتنی که ما در خانه درست میکنیم او دیگه قسم است که باز در او بانجان انداخته میشه و بعضی چیزهای دیگه که این چتنی از این کس بانجان ضرورت نداره دوستای عزیز، چون بانجان رومی در داخل خود این سالاد موجود است. ایملی این خود ایملی را براتون که گفتم دوستای عزیز، ایملی یا تمرین اینال ایره در رویش تو میپاشین دوستا. اگر این قسم تیره خوش داشتین تیره تر، اگر گفتین نه اوگیتر اوگین کنین. مقصد ما کوشش میکنم ما خودم که ما باید اینم قسم هم تو تیره بخوریم، چون همگی ازی که بخیر یک جای میکس شه و بازی وقدر فهمیده نمیشه. ببینین دوستا این بسیار یک ذائقه خوب و خاص داره. از سر من در سر از این ماس مندازم. این دفعه آخرش از دیگه دوستای عزیز اینمی ماسش است دیگه. اگر زیاد دوست داشتین من خو یک کمک دوستای عزیز کمی از این برک گشنیز هم در کار میگیرم، بسیار کم زیاد نه. این بقیه گشنیز و نانایی را که شما اینجا میبینین دوستا، این ما باز بخیر چون ما زیاد مایه کردیم این برای اولادا یک رایتا درست میکنم. رایتا را قبلا براتون در یک ویدیوی دیگه تذکر دادم که کلش از نزدیک نشان دادم و شما او را در ویدیوی فکر میکنم در یک ویدیوی بریانی هم درست کردیم و یک ویدیوی دیگه هم آماده کردم فراموشیم شده. باز رایتا را در اوجه ببینین طریقش. دیکوری که در رویش یک کمک سبز بزنه میرم مندازم دوستا. شما حتما ایره در خانه آماده کنین، واقعا بسیار مزه دار است و مزه ازی بسیار لذت میبرین دوستای عزیز. این دوستا این رویش کمک سبز کردم. اینال در سر ازی دلخواست دیگه دوستا. من از خاطر که گفتم که هرچی که خوش دارین درش پرتین خوش نمودم میشه، خوشمزه میشه. این ما یک کمک انارم در نظر گرفتیم دوستا که به خاطر زیبایی و مقبولیش
که بسیاری را خوش رنگ میسازه. دی انارم علاوه میکنم دیگه. اینمی نانی که دوستان میبینین این مربوط خود از این چات میشه. باز این چات امروز خب برای شما چات درست کردم. دیبلش هم درست میکنم دوستا که او از دو قسم دال آماده میشه که بسیار زیاد و هم خوشمزه میایه. و این نانایش دلتان که به این شکل دیکوری در اطرافش میمانین هم اختیارتان، اما من یک کمک ریزه میکنم در رویش به این شکل چون زیاد قاق است دوستا. ببینین خوب بیننده باشین، انشالله از آماده کردنش پشیمان نمیشین. سر دسترخوانتان بسیار رونق خاص میده، بسیار مزه خاص داره و در ماه مبارک رمضان بسیار فایده های خاصی خود داره دوستا. انشالله که خوشتان میایه. خب دوستا من همه قنداختم، باز اگر اولادات خوردن زیادتر باز خودشان میفهمه که چه قسم کنه دیگه. در سر ازی بازم یک کمک ماز در اطراف بسیار کم در این قسمت های لب ازی مندازم دوستا که از خاطر که این مساله چاده که بندازی باز دقات قبیر و بارک فامیده نمیشه به این شکل. و اینجا هم مساله خود چادش این در اطرافش به این شکل میپاشیم. بازم یک کم انار درویش میزنیم. محترم این چات ما شد آماده. خب من اطراف بخیر جمع میکنم که سوپ ما بخیر رو به آماده شدن است که اینال بخیر رو هم از نزدیک براتون نشان بدم دوستا که سوپ خود بخیر آماده کنیم. ایناله دوستای نهایت مهربان، مرغ بخیر نرم شد. ایناله ما از داخل دیگ میکشم بیرون که میره ریزه کنیم. باز ما در عوضیره که چیزای دیگه داب ازی مندازیم باز ما براتون ایره نشان میتم. اما ضرورت دارم مرغ برای چند دقیقه دوستا که در داخل یخچال بره که یعنی خامبویی ازی گم شوه. یعنی فوق العاده دوستا میبینین نرم شده. ببینین دوستا به کلی نه استخوان رفته در داخل آب، هیچ چیز نرفته. مرغ بخیر من اینال ریزه میکنم برای یک مدت زمان در داخل یخچال میمانم که خوب سرد شوه که میخوام بوی زیر قبلا براتون یادآور شدم که گم شوه. از او خاطر من ایره بخیر ریزه میکنم. باز بعد از او چیزی که در داخل خود سوپ ضرورت بود باز ما براتون نشان میدم. دوستای نهایت مهربان اینه بخیر سوپ ما مرغ نرم شد. مرغ ما توتا کردم در داخل فریزر ماندم که برای چند دقیقه سرد شوه باز اون ما ریزه کنم. و پیازی را که در سوپ انداخته بودم این همراه سیر انشالله فراموش نمیشه. ما اینجا نرمش کردیم دوستای عزیز. اینا که گفتم از خاطر که پیاز در داخل امیده خوب معلوم نمیشه از او خاطر ما این قسمی که میبینین ما به این شکل نرم کردیم. و ایره ما ضایع نمیکنم دوستای عزیز. ایره حتما در داخل سوپ مندازم. اینا ببینین به این شکل ایره نرم کردیم که این سوپ ما دمین پیاز نیاز دار عزیزا. یعنی دوستا ما یک کمکی از آب سوپ میگیرم روی چیز اوکش میکنم کتش که پیازا در اطراف می مکسر بند مانده دوستا. دوستای نهایت مهربان 2 عدد تخم خام 2 عدد تخم خام هم میده میکنیم در سوپ مندازیم دوستای عزیز که هم سوپ
خوشنمود میسازه دوستای عزیز، و هم بسیار یک شکل خاص برش میده و هم مزهش فوق العاده میکنه. اینا میره خوب دی میکس میکنم دوستا. دوستای نهایت مهربان، اینال میره بخیر سر امی او سوپ ما که جوش آمده میره دو مندازم. یعنی دوستای عزیز اینا او سوپ ما جوش آمد. اینال تخم بسیار به شکل آهسته آهسته کم 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 علاوه میکنیم. ببینین سکنین دوستای عزیز، شکل بسیار همونطور باریک باریک انداخته میریم تا ای که جوش خورده و این تخما خوب در داخل میاب حل شوه. یک دفعه کوشش کنین که دوستای عزیز تخمه یک دفعه در داخل سوپ اعلان نتین، به خاطر که یک قسم باز کلولگک میشه. به این شکل که تو معلوم میشه دوستا، این در مرور زمان باز خدا استاستا جور کرده میره. یعنی ببینین دوستای مهربان، وقتی که کارنفلاور انداختیم باز مرغ انداختیم دوستا، این کلکش هم تو به شکل توته توته در داخل سوپ فامیده میشه دیگه. حالا خو یک کمک این نیاز به لط خوردن کار داره که یک کمک لط کنیم دوستا. دوستای این قسمی که میبینین این سوپ ما هیچ نیاز به روغن به هیچ چیز کار نداره. این فقط امو یک مقدار از خود مرغ که بسیار هم روی کم کم بلبل میکنه از مرغ است دیگه. دوستای عزیز هیچ نیاز به روغن به چیزای دیگر نداره، فقط این خود امی مرغ است و همراه امی کارنفلاورش. اینا رو بخیر میمانیم که خوب بجوشه. ما اینجا میایم بخیر آیسته آیسته مرغ ریزه میکنیم دوستای عزیز. آتشش یک کم خاموش میکنم که زیاد تیز است که یه جوش خورده بره در مرور زمان. این دوستای عزیز مرغ از داخل فریزر بیرون میکنم بخیر عزیز. این گوشتم سرد شد بخیر، من اینالی رو ریزه میکنم و شما هم بیننده ازی باشین. ناگفته نمانه دوستا، در داخل از این سوپی که ما امروز آماده کردیم بسیاری مردم در این چی هم مندازن دوستای عزیز، نخود مندازه، بسیاری ها جواری مندازن، اما من تنها به شکل ساده جور میکنم. شما هم یک دفعه می ساده را تیار کنین براتون، باز میفهمین که ذائقه در چی است. هر چیزی که ساده تر باشه خوبتر و بامزه تر است دوستای عزیز به نظر من. که من اینال بخیری را وقتی که ریزه کردم دوستان من در داخل اوش مندازم که ای خوب با تمام دیگه همو پیاز و بقیه چیزهایی که بود مخلوط شد. باز آخر کار من کارنفلاور زیر مندازم که در اثنایی که ای آماده شود. خب دوستای مهربان، خودتان بهتر میفهمید که سوپ یک غذای بسیار فایده‌مند است، عاری است تمام ویتامین هاست دوستای عزیز، کالری کم داره و در ماه مبارک رمضان دیگه این 100% است که به خاطر که معده را ملایم میسازه دوستای عزیز. خدای ناخواسته احتیاط کنین که در ماه مبارک رمضان یکی در سر شدت او سرد نخورین و یکی هم دفعتا غذاهای سخت نوشیجان نکنین که دور از جان در یک مصیبت گرفتار نشین، به خاطر که در جریان روز معده از فعالیت میفته. باز بعد از او امی سوپ که نوشیجان کنین او وقت میتونین که شما پسندتر از این که سوپ در حساب پیش غذا بگویم ایره استفاده کنین و این یک غذایی است دوستان که 100% دیگه شما به خوردنی های دیگه نیاز هم ندارین، چون در داخل خود تمام چیز داره. گوشت مرغ داره، تخم مرغ داره، تخم جوشاندهش داره و تمام خصوصیات خاص خود در داخلش داره دیگه. ما و شما هیچ نیاز به غذای دیگه هم نداریم که بازو رو بخوریم. باز اگر گوش نشدین دوستا، مثلا در ساعتهای پسانتر از افطاری که اشتیایتان آمد، بازو شما میتونین یگان چیزی دیگر را نوشیجان کنین، بازو دیگه اونقدر نقص نمیکنه برای شما. یعنی دوستان عزیز من گوشت رو بخیر توته کردم خلاص شد
اینال ایره من داخل آبش مندازم بخیر که چند سر جوش دیگه هم بخوره. باز در سرش من باز کارنفلاور مندازم. این سوپی را که بخیر آماده میکنم با شما عزیزا بینندش باشین که فوق العاده سوپ مزه‌دار و عالی است. خود دوستای عزیز اینال بخیر نوبت کارنفلاورش آمد که ما کارنفلاور پرتم. اینال ببینیم که کارنفلاور چه قسم است، خوبش است نیست دیگه. این باز نظر به همو توانایی خود کارنفلاور است دوستان. من را گفتن نمیتونم که یک قاشق یا دو قاشق ببینیم که نظر به سوپ ما چقدر کارنفلاور نیاز داره. باز ما امور فعلا یک کمی زیادتر جور میکنم. باز اگه اضافگی کرد خب فرق نمیکنه که کمی نکنه دستنای جوشی. باز تا دوباره برای خود دوباره کارنفلاور رو کنیم تا جور کنیم دیگه کار خراب میشه. مون اضافه تر ما جور میکنم دوستان. اینا دو قاشق انداختم. خود دوستان عزیز اینا من اینا میجه یک پاکت از تقریبا 100 گرم کارنفلاور داره دوستان. من میره کلش در اضافه میکنم ببینم که چقدر نیاز داره. اگر نیاز داشت یک کمی دیگه هم درست میکنم. اگر بس کرد خونه باز شما هم بینندش هستین و ما میبینیم. فعلا من می کارنفلاور زیره یک ذره زیادتر درست میکنم که نشه که کمبوتی نکنه دوستان. این من امی پاکت از زیره در مقابل تانین نشان دادم که این 100 گرم کارنفلاور در داخل از این موجود است. من میره آماده میکنم. باز اگه اضافگی هم کرد یک کم خیر فرق نمیکنه که کمی نکنه دوستان. خب کارنفلاور فعلا میمانیم دوستای عزیز. ما حال دیگم جوش آمده. ما در قدم اول امی مرغ مندازم که یک دو سر جوش دیگه امی مرغ داخل امی آب بخوره. باز در سر ازی که وقتی که گرم آمد جوش کرد باز وقت ما کارنفلاور اضافه میکنم. یعنی دوستا ببینین اینی تخمای مرغ که قبلا ما انداخته بودم دوستا. اینا بسیار به شکل هم تو مقبول و عالیش تیتو پاشان شده دوستا. اینا خوب ببینین. این حال ما مرغ دی علاوه میکنم. این حال تایی بخیر سر جوش میاد دوستا عزیز. کارنفلاورش هم دیش مندازم. خب این حالی رو جور کنم. نه دوستای عزیز مرغم جوش آمد فوق العاده. آبش هم کلگیش اینال بخیر آستا آستا دیگه کارنفلاور مدهی انداخته میرم و شور داده میرم تایی که خدا غلیظ کنه. این دوستا غلیظیش بیخی فوق العاده بس است. یکی جوش خورده بره غلیظتر شده میره. بازم ببینم اگر نیاز شد یک کمی دیگه هم این مندازم. این دوستای عزیز در مرحله آخر رسید بخیر. سوپ غلیظ کرد خدا. این قسمی که میبینین یک دو سر جوش دیگه هم بخوره که خوب غلیظتر شود. سوپ که هر قدر سختتر باشه دوستان خوبش هست و هم تو مزه‌دار. چون در قات خود بعضی چیزا کار داره که باز نشکیره بخی نرم کنه یا اوگین شوه. از او خاطری رو ما یک کمک سخت ماندیم که سختتر شوه. این در حالت جوش خوردن است. خودش غلیظ کرده. این دوستان عزیز سوپ بخیر آماده شد. این حال
چی چیزایی که در داخل از این ضرورت است ما براتون نشان میدم. دوستای عزیز، من مرچ سیاه را قبلا در دیگ ننداختم به خاطر که رنگ سوپ مرچ سیاه میکنه و اینال ما در خود سوپ مندازم. هیچ جمیال رنگش هم فوق العاده است، مزهش هم چون همیشه ایره پخته ما میفهمم که این خرابی ندارد. دوستای عزیز انشالله این مرچ سیاهش انداختم. یک قسم دوستای عزیز مرچ چتنی دیگه ما در خانه درست میکنم که اینا بینندش باشین. این مرچ است، این مرچ های تند است که تقریبا هیچ که نشده از سر هر از این مرچ 3 ماه تیر شده. این مرچ مخصوص امی سوپ است دوستا، چون زمستان کانادا فضل خدای قدور دراز است که هیچ خلاصی نداره و ما مجبور هستیم که از امی سوپ استفاده کنیم. اینجا ما روی گرمی را نمیبینیم دوستا. گرمی هم که است 1-2 ماه گرمی است، بعد از او هم دم بازی مذاق خلاص میشه میره پشت راه خود دیگه. اصلا روی گرمی را ما در کانادا نمیبینیم، بخصوص نمی شهری که ما زندگی میکنیم بیش از حد سرد است و سوپ خود 100% ضروری است که حتی در تابستانش هم ضرورت است که ما سوپ باید بخوریم، چون تابستان از این گرم نیست. مندازم در سرش که بخیر این آذانم نزدیک است. دوستای عزیز من امیر آماده کردم فقط به خاطر که شما را نشان بدم، باز اختیار خودتان که شما چه قسم درست میکنین. و این هم چتنی سبزش است، دلخواست دلتان که هر کدامش نوش جان میکنین. دیگه اینی هم چتنی سرخش است دوستان نهایت مهربان. اینا ما خوش دارم که خوب همون تو تند و تیز باشم. ما این را برای خود درست کردیم. باز اولادا هر قسم که خوش داشتن اختیار به دست خودشان است و ما یک کمک سرکه هم دیگه علاوه میکنم دوستان نهایت مهربان. این سرکش است، این سرکش شد دوستا. یعنی دوستان نهایت گرامی یعنی سویا ساس هست که قبلا برای شما نشان دادم. ایرم بسیار کم پرتین چون این رنگ زیاد تاریک داره. ایره در نام دارک سویا ساس میگه، بسیار کم پرتین که رنگ از ایره بسیار سیاه نکنه. از او خاطر ایرم هم تو یک قطره گک مندازم. باز وقتی که ایره من یک جای کردم گت ساختم، باز ایره بخیر شما ببینین که این چه قسم. اینال نوبت تخم است. تخم بخیر در سر ازی میمانیم، ایشم عین چیز. خود دوستای عزیز این برنامه ما بخیر خلاص شد. روزه بخیر در خوبی و خوشی و خواهان سعادتمندی شما دوستای نهایت مهربان هستم. تا یک برنامه دیگر تا یک دیدار بعدی با همگی شما خداحافظی میکنم. شب و روز همگیتان بخیر. خداحافظ. خود دوستای عزیز این برنامه ما بخیر خلاص شد. روزه بخیر در خوبی و خوشی
و خواهان سعادتمندی شما دوستای نهایت مهربان هستم. تا یک برنامه دیگر تا یک دیدار بعدی با همگی شما خداحافظی میکنم. شب و روز همگیتان بخیر. خداحافظ.